با افتخار و قناعتمندی ابراز می‌دارم که در طول 30 سال صاحب اختیاری برای تأمین نمودن پیشرفت زبان تاجیکی همچون نشانه واضح هستی ملت تاجیک و اساس معنویات و خودشناسی تاجیکان کارهای نظررس انجام داده شدند. قبول گردیدن قانون درباره زبان دولتی جمهوری تاجیکستان و اعلان شدن روز زبان دولتی باز یک قدم مهم در راه احترام و بزرگداشت زبان تاجیکی و باز هم توسعه بخشیدن وظیفه‌های جمعیتی آن گردید. یکی از عامل‌های اساسی پایداری و گسترش زبان ادبی تاجیکی و فرهنگ ملی احترام مردم صاحب معرفت ما به کتاب و کتابخانه می باشد. به مراتب زیاد گردیدن چاپ کتاب‌های نو، بازنشر اثرهای ماندگار نویسندگان و شاعران کلاسیک و معاصر تاجیک از جمله سلسله اختران ادب، اینچنین آثار ادیبان نامور جهانی به زبان تاجیکی نه تنها بر رشد زباندانی و سخنرانی عامه وسیع بلکه به گسترش خودآگاهی ملی، توسعه جهان معنوی، باز هم بالا رفتن سطح معرفتناکی شهروندان و مخصوصاً نسل نورس و جوان و ارزگذاری به تاریخ، زبان و فرهنگ ملی همه جانبه مساعدت می‌نماید.